سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان پیج اینستاگرامی و کانال یوتیوب انجوی جرمن. در خدمتتون هستیم با یک آموزش دیگه با ساختار یماندم آنگست ماخن از سری آموزش های نومن ورب فربیندونگن. آنگست به طور کلی دو تا معنی میده، معنی ترس و معنی دلشوره. توی معنی ترس به همراه پرپوزیشن فور میاد و مترادف هست با فورشت، و توی معنی دلشوره هم با پرپوزیشن اون میاد، مترادف هست با زورگه. میخوایم بگیم به عنوان مثال زنبورها مرا میترسانند، یعنی یک جورایی من ترس از زنبور دارم یا زنبورها در من حس ترس ایجاد میکنن، چنین مفاهیمی. میتونیم بگیم Wespen machen mir Angst. تحت لفظی یعنی که در من این حس رو ایجاد میکنن. ماخن رو مثل میک در نظر بگیرید. پس زنبورها در من حس ترس ایجاد میکنن. Wespen ängstigen mich. Wespen ängstigen mich. از ساختار jemanden ängstigen اینجا استفاده شده. میتونستیم به این صورت هم بگیم Ich habe Angst vor Wespen. مترادف هست با Furcht vor jemandem oder etwas haben. Ich habe Angst vor Wespen. یعنی من ترس از زنبور دارم. من از زنبور میترسم. Ich ängstige mich vor Wespen. sich ängstigen vor jemandem oder etwas. این هم یعنی باز هم من وقتی زنبور میبینم میترسم. معنی دوم آنگست دلشوره و نگرانی هست. میخوایم ازش توی ساختار etwas macht jemandem Angst استفاده کنیم. Meine Reisen ins Gebirge machen meiner Mutter Angst. یعنی سفرهای من به کوهستان باعث میشه که مادرم مضطرب بشه، نگران بشه، دچار دلشوره و نگرانی بشه. Meine Reisen ins Gebirge ängstigen meine Mutter. در اینجا از ساختار jemanden ängstigen استفاده کردیم. این کسی رو مضطرب میکنه. مادرم رو مضطرب میکنه. تو قبلیه میتونستیم بگیم در مادرم حس نگرانی ایجاد میکنه، حس دلشوره ایجاد میکنه. ساختارهای دیگری هم هست. Jedes Mal wenn ich zum Klettern ins Gebirge fahre, hat meine Mutter Angst um mich. Jemand hat Angst um jemanden. یعنی کسی دلش برای کسی شور بزنه، نگرانش باشه، مضطرب باشه برای اون. اینجا meine Mutter توی حالت فاعلی هست، در حالی که توی مثال قبلی توی حالت مفعولی بود، آکوزاتیوی. Meine Mutter ängstigt sich um mich, wenn ich zum Klettern ins Gebirge fahre. از ساختار sich ängstigen um jemanden استفاده شده. Meine Mutter ängstigt sich um mich. یعنی مادرم از بابت من نگران میشه، دچار دلشوره میشه، دلش جوش میزنه وقتی که من برای صخره‌نوردی میرم به کوهستان. یک ساختار دیگری هم هست که در اون آنگست با حرف کوچک نوشته میشه و در اصل یک صفت محسوب میشه. Jemandem ist oder wird es Angst. Mir ist Angst یعنی یه چیزی برای من این حس استرس زا بودن و حس دلشوره آفرین بودن رو داره. میگیم mir ist es Angst یا mir ist Angst و مترادف هست با ich habe Angst، یعنی من نگرانی دارم، من دلشوره دارم. اینا میتونیم شبیه بدونیم با مثلا mir ist langweilig. پس اینجا Angst حکم صفت رو داره. mir ist Angst. خب با وردن هم یعنی چی؟ یه جورایی مفهوم نگران شدن. در اصل معادل Angst bekommen میشه یا ängstlich werden. Als plötzlich ein großer Hund vor mir auftauchte, wurde ich Angst. زمانی که ناگهان یک سگ بزرگ جلوی من ظاهر شد، من مضطرب شدم یا من ترسیدم. آنگست با ترکیب‌های دیگری هم میتونه همزمان استفاده بشه که بریم یه نگاهی بهشون بندازیم. یکی از رایج‌تریناشون Angst bekommen هست. Als das Insekt näher kam, habe ich angefangen Angst zu bekommen. زمانی که اون حشره نزدیکتر اومد، من کم کم این حس درونم شروع شد که
مضطرب بشم یا بترسم. Ich bekam Angst, als ich plötzlich ein seltsames Geräusch im Haus hörte. من ترسیدم یا اون حس ترس درون من ایجاد شد. بعضی وقتا ما میگیم مثلا استرس گرفتم. اینجا بکام حکم همون رو داره. نمیگیم ترس گرفتم ولی یعنی دچار ترس شدم. زمانی که ناگهان یک صدای عجیبی توی خونه شنیدم. Sie kriegte Angst vor Höhe, als das Flugzeug abhob. کریگن هم اینجا مترادف هست با بکومن و اینجا هم یعنی من ترسیدم یا حالا مضطرب شدم از ارتفاع. اینجا چون با فور اومده مفهوم ترس هست. میگه پس من دچار حس ترس از ارتفاع شدم زمانی که هواپیما از زمین بلند شد. Er musste seine Angst überwinden, die Prüfung zu bestehen. اینجا überwinden توی مفهوم غلبه کردن هست. او بایستی بر استرسش یا بر نگرانیش غلبه بکنه تا بتونه اون آزمون رو قبول بشه. Mit professioneller Hilfe konnte er seine Angst bewältigen. bewältigen هم اینجا یعنی بر چیزی غلبه کردن، مترادف هست با بزیگن. با کمک‌های حرفه‌ای که احتمالاً توسط یک روانشناس انجام شده توانست او بر ترسش یا بر دلشورش غلبه بکنه. Er lernte Techniken, seine Angst zu bekämpfen. اینجا bekämpfen به مفهوم با چیزی مقابله کردن هست. او یک سری فنون و تکنیک هایی یاد گرفت تا بر ترس و نگرانیش غلبه بکنه. Der Anblick des großen Hundes flößte ihm Angst ein. Einflößen یعنی در یک کسی یک حسی رو ایجاد کردن. Der Anblick des großen Hundes یعنی نگاه اون سگ بزرگ در او یک حس ترسی ایجاد کرد. Sie verspürte eine große Angst, als sie die Nachricht hörte. verspüren به معنای احساس کردن، یعنی او یک احساس ترس یا نگرانی رو توی خودش احساس کرد زمانی که اون خبر رو شنید. Sie empfand tiefe Angst nach dem Erdbeben. empfinden هم مفهوم احساس کردن رو میرسونه که اینجا تیفه هم به معنای برای شدت اومده و او یک احساس ترس شدیدی رو احساس میکرد درون خودش بعد از وقوع اون زلزله. Der plötzliche Alarm löste bei den Bewohnern Angst aus. auslösen به معنای باعث یا موجب بروز یک حسی شدن. میگه اون صدای ناگهانی آژیر باعث و موجب حس ترس توی ساکنین شد. Die Gerüchte über den Virus verbreiteten Angst in der Stadt. verbreiten یعنی پخش کردن. میگه شایعه یا شایعه هایی در مورد اون ویروس یک نگرانی رو توی شهر پخش کرد. این باعث شد همه نگران بشن. Die Nachrichten schürten die Angst vor einer Wirtschaftskrise. شوخن به معنای تشدید کردن و تحریک کردن هست. اینجا مفهوم تشدید کردن بهتر بهش میخوره. میگه که خبرهایی یعنی اون خبرها تشدید کردن اون حس ترس و نگرانی رو از یک بحران اقتصادی. Während des Unfalls erlitt sie große Angst. erlitt از فعل erleiden میاد و اینجا یعنی متحمل شدن، دچار شدن یا وارد آمدن. یعنی در حین اون اتفاق بعد یا در حین اون تصادف او یک ترس و نگرانی زیادی رو متحمل شد، بهش وارد شد، دچار اون شد. فعل بعدی ausstehen یا aushalten هست به معنای تحمل کردن. Während seiner Reise in die USA musste die Angst vor dem Flug ausstehen oder aushalten. یعنی در حین سفرش به آمریکا که با هواپیما بوده او مجبور بود که ترس از پرواز رو تحمل بکنه. فعل بعدی verbergen هست به معنی پنهان کردن. Trotz seiner Furcht versuchte seine Angst zu verbergen. با وجود ترسش او تلاش کرد که اون استرس و یا ترس خودش رو پنهان بکنه. Das laute Donnern rief bei den Kindern Angst hervor. hervorrufen یعنی باعث شدن، موجب شدن.
میگه صدای بلند رعد و برق، اینجا قسمت رعدش البته ذکر شده، باعث ایجاد ترس توی بچه ها شد. فعل بعدی abbauen هست به معنای کم کردن. Regelmäßige Meditation hilft Angst abzubauen. مدیتیشن های حالا منظم کمک میکنه که در اصل اون ترس و اضطراب و نگرانی رو کم بکنید. و فعل گراتن، این etwas geraten اینجا یعنی دچار یک حسی شدن. als das Feuer im Wald ausbrach. ausbrach از فعل ausbrechen میاد. ausbrechen یعنی یک چیزی از اون فضای اصلی خودش یا از اون مسیر اصلی خودش خارج بشه. مثلا قطار که از ریل خارج میشه، یا زمانی که یک فردی بالا میاره اون غذاها از معده‌اش خارج میشه، یا یک آتشفشان که فوران میکنه. اینجا هم منظور اینه که یعنی آتش از یک جایی زبانه میکشه و به بیرون میاد. میگه زمانی که آتش توی جنگل حالا زبانه میکشید، sind viele Menschen in Angst geraten. خیلی از مردم دچار ترس و نگرانی شدند. Sie konnte nicht sprechen aus Angst vor Feuer. aus بعضی وقتا قبل از یک سری اسامی همچون angst میاد و مفهوم علت رو میرسونه. پس وقتی که میگیم aus Angst یعنی به دلیل ترس. او نمیتونست دیگه صحبت بکنه به دلیل ترس از ارتفاع. اگر for قبل از اونها بیاد معنی از فرطه و از شدته میده. Sie konnte kaum vor Angst atmen. او به سختی میتونست از فرط ترس، از شدت ترس نفس بکشه. als sie allein im dunklen Wald ging. زمانی که او به تنهایی توی اون جنگل تاریک رفت. البته بهتر بود اینجا میگفتیم in den dunklen Wald ging. als das Flugzeug in starke Turbulenzen geriet, bekam oder kriegten viele Passagiere es mit der Angst zu tun. یک ساختاری هست es mit der Angst zu tun bekommen. این هم یعنی دچار استرس و دچار ترس و دچار نگرانی شدن. میگه زمانی که هواپیما دچار اون تکانه های شدید شد توی هوا، خیلی از مسافران دچار استرس شدن، دچار نگرانی شدن. پس از این ساختار هم میتونید استفاده کنین. es mit der Angst zu tun bekommen oder kriegen. Also bekamen oder kriegten viele Passagiere es mit der Angst zu tun. و با این ساختار بعد چند تا جمله بسازید که موقعی که میخواین ازش استفاده کنید تو ذهنتون خوب تثبیت شده باشه. Plötzlich fiel der Strom aus und alle Gäste bekamen es mit der Angst zu tun. ناگهان برق رفت و همه میهمان ها دچار استرس شدند. این استرس بهشون وارد شد. Bei der Nachricht über den Unfall ihrer Kinder bekam es mit der Angst zu tun. میگه زمانی که اون خبر تصادف بچهش رو متوجه شد، اون دچار نگرانی و استرس شد. Kurz vor dem Auftritt bekam der junge Sänger es mit der Angst zu tun. یعنی کمی قبل از حضورش روی سالن اون خواننده جوان دچار استرس شد، کمی قبل از حضورش روی صحنه. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده کافی رو برده باشید و ممنون میشم اگر با کامنت هاتون و با لایک هاتون به انرژی دادن به ما ادامه بدید. ممنونم از شما. خدا نگهدار.